طهارت یعنی پاکیزه بودن، پاکیزگی قلب، پاکیزگی جسم و بدن، پاکیزگی حیات، حتی پاکیزگی فکر و عقیده و اعتقاد نصف ایمان هر شخصیت از پیغمبر بزرگوار گفتند. من و شما باید حرکت داشته باشیم که از دل سر کرده ابتدا دل را پاکیزه کنیم، یعنی از غژدی ها، از فکر و نیت بد، از اعتقاد بد، از محبت های بد، ابتدا از دل خود شروع کنیم، دل پاکیزه کنیم. بعد از پاکیزه کردن دل، جسم و بدن از ناپاکی ها پاکیزه کنیم. ما و شما ببینه وقتی نماز خواندنی میشویم طهارت میکنیم، یعنی طهارت بدن پاکیزه میکنیم از غژدی ها. انسانی بی طهارت نمیتواند نماز بخوانه. اگر من و شما برادران بزرگوار من، اگر قلبها را پاکیزه نکنیم، اگر اعتقاد را پاکیزه نکنیم، اگر زندگی را پاکیزه نکنیم، من و شما به خدا رسیده نمیتوانیم، به خدا قریب شده نمیتوانیم. چون که رب العالمین در حدیث قدسی میفرمایند که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکیزه هست، از بنده هاش قبول نداره مگر پاکیزگی را. اگر ما و شما برادران عزیز بزرگوار اگر پاکیزگی را اختیار نکنیم، ما در درگاه خدا قرب پیدا نمیکنیم، به خدا رسیده نمیتونیم، به خدا قریب نمیشویم.